کشاورزان و تاجران افغان در ولایت غربی هرات باور دارند که کشت زعفران آنها را از وابستگی به تولید افیون کنار خواهد کشید. استحصال غیر قانونی افیون در افغانستان بزرگترین ساحه صادرات این کشور را تشکیل می دهد. حکومت افغانستان و کشورهای غربی تلاش دارند که توسط برنامه‌های خاص کشاورزان را به کشت زراعت‌های دیگر تشویق کنند و نفوذ گروه‌های قاچاقبر مواد مخدر و گروه مسلح طالبان را که در حمل و نقل و قاچاق مواد مخدر دست دارند از بین ببرند. 1 کیلو زعفران در بازارهای غربی تا $1500 نرخ دارد و الटरनेटिव جالب به کشت مواد مخدر است. پیام از اینا که بعد خودم بعد به بندم بعد اونا که به درد نمیخوره. این خیلی کشت ازی از کوگنا را خیلی زیادتر حاصل داره. اگه کسی بتونه و بدونه که بدونم خیلی بیتره، خیلی بیتره. کشت و کارکرد زعفران برای صدها زن هراتی جای کار فراهم آورد و طرز زندگی آنها را تغییر داد. من بیشتر از این خانوما این میتونه بسیار مفید باشه و این میتونه از طریق از این کار ما میتونیم برای خانواده خوب اثبات برسونیم و بفهمونیم که ما هم در جامعه میتونیم به کار مثلا به چیزی ما سهم بگیریم، سعیم باشیم و از طریق ما میتونیم ما تمام احتیاجات خود رفع کنیم. رئیس اتحادیه زعفران پروران افغانستان بشیر احمد رشیدی میگوید در حال حاضر تخمینا 400 زن در میدانهای کشت زعفران کار میکنند. و این سال هم به مثل سال گذشته مشوقین بسیار زیادی داشتند، مخصوصا در قسمت کشت زعفران که به اون منوال برآورد اجمالی که صورت گرفته ما بالغ بر 3000 هکتار فعلا اراضی زیر کشت زعفران در ایراد دارند و محصول امسال 8 تن برآورد شده که امیدوارم از 8 تن هم بیشتر باشه، کمتر نمیشه. او انتظار دارد که حکومت برای پیدا کردن بازارهای نو به استحصال کنندگان زعفران کمک خواهد کرد. بازاریابی هنوز در حد ممکن نشده برای صنعت زعفران افغانستان. امیدوارم که این گپ جدی بگیرند. صنعت زعفران افغانستان در مرحله از بلوغت خود رسیده، نیاز به یک سلسله چیزای نظارتی داره، کنترلی داره، مخصوصا در مارکت محل و همون رقم در معرفی زعفران افغانستان در بازار جهانی. کشت زعفران در افغانستان تاریخ 2000 ساله دارد و به شرایط کم آبی منطقه مطابق است. کشت و کارکرد این زراعت سیر مشقت بوده، اکثرا به کار دستی نیاز دارد. سالهای اخیر زعفران افغانی که صفت بلند دارد در بازارهای جهانی جای پا پیدا می کند و اکنون می تواند رقیب جدی زعفران ایرانی باشد که فعلا 90% صادرات سراسری را در اختیار دارد.